ما گروه ایجادی تلویزیون سفینه در سفر کاری از شهر ترمیز جمهوری ازبکستان با حیات و فعالیت یک هنرمند آشنا گشتیم که به کسب کلالگری مشغول می باشد. نرزولا جوریف 63 سال عمر دارد. وقتی که وارد استخوانه او شدیم همراه عائله و شاگردان مشغول کار بود. این عائله هنرمند اساساً کوزه، طبق و یک چند نمود اشیاء روزگار را می سازد. Bu hunarımız azali ota-bobolarimizdan kelib qolgan hunar. این هنر از پدر و بابایمان به ما میراث مانده است. ما در نمایش‌های مردمی که در ولایت و در شهر تاشکند برگزار گردیده بود اشتراک نمودیم. برای فعالیت خوبی کارمان از طرف حکومت شهر ترمیز قدردانی نمودند. من این کسبم را که از پدرم جمعه کلالگر نام داشتند آموختم. همه فرزندانمان حتی نبرگانمان هم این کسب کلالگری را از خود کردند. Ko'krak nishon oldik. Oilam, bolalarimga hunarimizni o'rgatib kelyapman. باید گفت که از خاک مخصوص تیار کردن ظرف را آدمان هنوز از ابتدای دوره هزاره 5 تا میلاد آموخته بودند. از همان زمانها سر کرده آدمان به ساختن چیز و چاره‌های گلین سر کردند. آهسته آهسته آنها به ساختن اشیاءهای روزگاری که به آنها لازم بود گذشتند. کاسه و طبق، دیگ و کوزه و دیگر آلات‌های روزگار را در تفتان‌های مخصوص می‌پختند. همین است که این کسب به اکای نرزولا از پدر و بابا میراث مانده است و می‌خواهد این هنر را به دیگران آموزاند. Oilam Zulxumor Kulol birgalikda من همراه عائله‌ام زلخمار کلال در این دکان کار میکنیم. شاگردان زیاد داریم. در شهر و ناحیه‌های مملکت کار کرده ایستادند. محصولاتمان را در دکان‌های بازار و مغازه‌ها پیشکش خریداران کرده ایم. برای سیاحان نیز هر گونه آثارهای تاریخی زیبا ساخته می‌دهیم. باید همین را گویم که در جمهوری تاجیکستان دوستان و برادران زیاد دارم. چندین بار به شهر دوشنبه به مهمانی دوستانم رفته بودم و از محصول دستانم به آنها تحفه بردم. می‌خواهم دوستی و برادری ما همیشه جاودان باشد. اهل عائله و شاگردان همیشه در پهلوی این هنرمند از نازکی‌های این کسب می‌آموزند. نرزولا جوریف میگوید که در چندین چاره‌بینی‌های فرهنگی و نمایش‌های هنرهای مردمی ولایتی و شهری اشتراک نموده صاحب افتخارنامه و با نشان شهرت و مهارت قدردانی گردیده است. 20 yildan oshdi. Mana shu yillar davomida ko'pdan ko'p shogirdlar tayyorladik. من قریب 20 سال است که به این هنر مشغول می باشم. همراه فرزندان و عائله بیشتر آثارهای تاریخی و لوازمات‌های روزگار می سازیم. زندگیمان را از همین حساب پیش می بریم. فرزندان را توی کردیم. آنها را به مکتب‌های عالی داخل کردیم. چخیلی که می بینید در عائله ما حتی فرزند خردیمان به این کسب شغل دارد. همیشه در پهلوی ما نشسته از نازکی‌های این کسب می آموزد. این کسب برای ما اولادی است. از پدر و بابایمان میراث مانده است. در شهر ترمیز جمهوری ازبکستان هنرمندان به مثل نرزولا جوریف کم نیستند. من همین از محصول دستان زحمت‌های شبانه روزی امک نرزولا جوریف است که همراه فرزندان، همراه عائله، برادران و شاگردان ساختند و امروزها در بازار و در نمایش‌های هنرهای مردمی پیشکش سیاحان گردانیدند. و این عائله هنرمند همیشه کوشش میکند که محصولات‌های خوش‌صفت و زیبا را ساخته پیشکش مردم گردانند. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف، صاحب نور عبدالرسولов از شهر ترمیز برای برنامه اطلاعاتی نوید.